بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سروران گرامی، متنفذین، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران عزیز، عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم از دعوت صمیمانه شما و از اینکه زمینی این دیدار و این گفتگوی رو در رو فراهم ساختید. فرصت خوبی است. انتخابات در هر جامعه‌ای، در هر کشوری و در میان هر قوم و ملتی یک فرصت هست. فرصت برای طرح مطالبات مردم. انتخابات فرصتی است که مردم برای حسابرسی از سیاستمداران و از کسانی که به نام اونها در قدرت حضور پیدا می کنند، این فرصت را در ایام انتخابات جامعه پیدا می کند تا کارنامه سیاستمداران را مرور کند. به سیاستمداران و نمایندگان خود در قدرت در موقعیت‌های مختلف نمره بدهد که چه کسی، چه جناح سیاسی، کدام حزب، کدام مجموعه، کدام شخص، کدام نماینده در مدتی که نماینده مردم بوده است مطالبات مردم را پیگیری کرده است، از خواستهای اونها نمایندگی کرده است، تلاش کرده است که برای اونها یک آینده بهتر رقم بزنه. این در همه جا هست، تنها مختص جامعه ما نیست و خوشحالیم که جامعه ما هم هرچند به طور ناقص این فرصت را در اختیار دارد. در این شبها و روزها جامعه ما باید روی سرنوشت خود عمیقاً فکر کند که مطمئن هستیم فکر میکنیم. در شرایط فعلی در همین شبها و روزها در تمام میتینگ ها، در تمام جلسات، در تمام نشست و برخاست ها، در محافل خانوادگی، در غم و شادی بحث انتخابات هست و اینکه در انتخابات مردم باید به چه کسانی رأی بدن و چه کسانی را بفرستند به شورای ملی. جلسه امروز ما و شما هم که در یک مکان مقدس اما در یک شرایط تقریبا نامناسب برگزار شده است، یعنی اینکه ما در یک فضای سقفدار نیستیم، در یک فضای رویباز و هوا هم نسبتاً خنک شده است و باید جلسه را مختصرتر کنیم تا برای خواهران و برادران مزاحمت زیادی خلق نشده باشد. این نشان دهنده است، این حضور شما، این حضور با نشاط همه خواهران و برادران در این جلسه نشان دهنده این هست که جامعه ما نسبت به سرنوشت خود حساس هست و میخواهد که با آگاهی و اطلاع رأی بدهد. دوستان عزیز، بحث مطالبات مردم که پیش می آید، ما می توانیم مطالبات را دسته‌بندی بکنیم. جامعه ما با نابسامانی های مختلفی مواجه است. ما یک جامعه پریشان داریم، یک جامعه پس از جنگ، یک جامعه گرفتار مجادله با تروریسم و یک جامعه که با انواع نابسامانی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه است. در چنین جامعه نابسامانی ها بسیار زیاد است. نابسامانی های جامعه خود را باید ما و شما دسته‌بندی بکنیم، بعد اولویت بندی بکنیم، برای اینکه ممکن نیست در چنین جامعه و با چنین وضعیتی ما بتوانیم به همه مطالبات یک دفعی دست پیدا بکنیم. چنین چیزی امکان پذیر نیست. ما باید مشکلات خود را تشخیص بدیم، بعد این مشکلات را دسته‌بندی بکنیم، اولویت ها و مسائل مهم را تعیین بکنیم که اولویت های ما چیست و بعد برای پیگیری
خواست، به این مطالبه، به این اولویت دنبال راهکارها باشیم که چگونه میتوانیم ما به این مطالبه دست پیدا بکنیم. وضعیتی که جامعه ما و شما دارد، اولین مشکل ما ناامنی است. بنده صحبتی که با شما دارم امروز صبح در شرق کابل با دوستا و قومایی که در منطقه چهارطلای وزیرآباد زندگی میکنند داشته. تحت عنوان این که ما چه میخواهیم، جامعه ما چه میخواهیم، اولویت جامعه ما چیست، مشکل اصلی جامعه ما چیست، این رو ما باید تشخیص بدیم و بعد برای عبور از مشکل و دست یافتن با آن چیزی که میخواهیم راهکارهایی را هم بسنجیم. به عنوان یک اولویت مهم مسئله امنیت در برابر ماست. ناامنی همه جامعه ما را متضرر می‌سازد و بخشی از ناامنی‌ها به طور ویژه و اختصاصی متوجه ما شده است. یعنی اینکه در اثر بعضی از انتحارها و انفجارها و اقدامات تروریستی که در این مملکت صورت می‌گیرد که هدفش خارجی‌ها هستند، هدفش نیروهای دولتی است، تعداد زیاد انسان در این سرزمین متاسفانه جان خود را از دست می‌دهند، از اقوام مختلف، از ترک و تاجیک تا هزاره و افغان، و همه جامعه متضرر می شود و سوگوار می شود و فضای ناامنی را احساس می کند. این جنبه عمومیت دارد. اما بعضی از ناامنی ها مشخصا متوجه یک بخشی از جامعه است. مانند این که در شاهراه، مثلا در شاهراه نمیتوانیم بگیم چون که راه نیست در متاسفانه در ازارستان، مثلا در بین راه غور و بامیان یا در میان راه هرات از مسیر غور و بامیان و دایکندی موتر متوقف میکنن، مسافرین را پیاده میکنن، انسان هزاره میجویند و هزاره گفته برگوار میبندند. اینجا ناامنی و شرارت و راهگیری هایی که در این مسیرها اتفاق میافتد مستقیما هدفش انسان هزاره است. این حالا متاسفانه زیاد هم شده است. در غزنی با همین مشکل داریم، اختطاف میکنن. در زابل دیدید که چه شد. در جلریز، در غوربند، در هر مسیر ارتباطی که واضح بگوییم متاسفانه وضعیت چنین ساختند. در هر مسیر ارتباطی که یک قریه از هموطنان افغان ما هست، مسیر ناامن است. این برای انسان پشتون این سرزمین هم خطر تولید کرده است، برای انسان هزاره و ترک و تاجیک خطر تولید کرده است. این وضعیت امنیتی است. در کنار این اجتماعات، تجمعات، مساجد، تکایا، مراکز فرهنگی، کورس ها، حالا ورزشگاه ها هم جزو اهداف تروریستی به حساب میاد. از این جهت هست که مسئله امنیت برای ما اولویت هست. جامعه که امنیت نداشته باشد خود نمیتواند که رشد بکنه، مجال پیدا نخواهد که درس بخواند، مجال نخواهد یافت که بتواند کار بکنه. مسئله امنیت مسئله مهم نیست و ما باید مسائل امنیتی را به دقت پیگیری بکنیم و باید برای عبور از این بحران ناامنی طرح و برنامه داشته باشیم. حادثه‌ای که اخیراً در غور اتفاق افتاده است، در ولسوالی لعل، در امن‌ترین نقطه افغانستان، انسان هزاره، زن هزاره، کودک هزاره توسط نیروهای دولتی به رگبار بسته می شود، یک زنگ خطر هست. این ما باید جدی بگیریم. کاری که حکومت در غور کرد باعث سرشکستگی رهبری حکومت افغانستان هست و باعث سرشکستگی کسانی است که به نمایندگی از ما در حکومت و در شورای امنیت نشسته هستند. و امروز باید جواب بدن که اونها چرا گذاشتن که نیروهای دولتی بروند در غور
اهالی یک روستا رو به رگبار ببندند به بهانه این که میخواهند فلانی رو بگیرند. و آدم چه کرده است؟ اسلحه گرفته است تا از امنیت مردم خود دفاع بکنه، امنیت مردم خود را تامین بکنه. بارها هم جبهه مقاومت بهسود گفته است که ما نه ضد حکومت هستیم، نه ضد خارجی همکاران بین المللی افغانستان هستیم، بلکه ما مدافع حکومت هستیم، ما مدافع نظام هستیم. اما ما اینجا اسلحه برداشتیم، ما رو مجبور ساختن تا امنیت مردم خود را تامین بکنیم، جلوگیری بکنیم از کشتار مردم، از اختطاف انسان هزاره توسط تروریست ها. خب برای دستگیری چنین آدمی شما لازم هست که لشکرکشی بکنید با بود؟ شما که اینقدر قوی شده اید، اینقدر قلدر شده اید، چرا جلوگیری نمی کنید از سقوط غزنی؟ چرا جلوگیری نمی کنید از سقوط فرا و قندوز؟ متاسفانه بخشی از اقدامات ناامن کننده در مسیر راههای ارتباطی هزارستان امروز ثابت شده است که توسط حلقات در درون حکومت طراحی و عملیاتی می شود. این که مسیر جلریز ناامن هست، این که شما طرف بامیان می روید، وقتی که از جلریز عبور می کنید باید تن و بدنتان بلرزد، یک برنامه سیاسی است. و الا ما نمی توانیم بپذیریم که حکومتی که زور 70 کشور پشتش هست امنیت یک روستا به نام جلریز را تامین کرده نتواند، یا امنیت غربند را تامین کرده نتواند. این همین چند هفته پیش در دیداری که با یکی از فرماندهان ارشد ناتو که به آدرس جنبش مراجعه کرده بود داشتیم برایش گفتیم ما نمیتوانیم بپذیریم، منطقی نیست، عقلانی نیست که حکومت افغانستان که زور ناتو پشت سرش هست، زور قدرت‌های جهانی مانند امریکا پشت سرش هست، نتواند امنیت جلریز را تامین بکنه. و بعد میلیون ها انسان که از این مسیر عبور میکنند راهشان همیست، احساس ناامنی باید بکنند. یک برنامه سیاسی است برای تحت فشار قرار دادن یک قوم، یک جامعه، برای شناسایی کردن نخبگانش، برای کشتار کردن. از این جهت هست که این مسائل را باید ما جدی بگیریم و نمایندگانی که انتخاب میکنیم این نمایندگان باید شهامت طرح این موضوعات را داشته باشند. ما متاسفانه در طول سالهای گذشته غفلت کردیم، رهبری سیاسی ما، احزاب جهادی ما غفلت کردند. زمانی که قطاعات نظامی تقسیم میشد رهبری سیاسی ما یک جز اتام نظامی برای هزارستان نتوانست بگیرد. از کنار یک قضیه گذشتیم. امروز هرات قلوردو، هلمند قلوردو، قندهار قلوردو، پکتیا قلوردو، مزار قلوردو، اما تمام ساحات هزارستان یک غند نداره، یک کندک نیست. جامعه آسیب پذیر می شود. این مسائل مبنایی است دوستان. این مسائل تعیین کننده است. جامعه‌ای که توان دفاعی نداشته باشد و حکومت هیچ اراده‌ای برای دفاع کردن از اون نداشته باشد، متویز امنیت نداره. هر کسی زورش میرسه و خصوصا یک سری محافل هم که خواسته باشن شیطنت سیاسی بوده. ما در پارلمان این موضوعات را نه تنها در پارلمان در کابل بلکه باید در سطح جهانی تحقیق بکنیم. و جنبش روشنایی یکی از مباحثی که روی دست دارد و در سطح جهان این گسترش داده است و این پیگیری کرده است، تشریح وضعیت انسان هزاره در افغانستان. ما در همین 7 ماه پیش کنفرانسی توسط جنبش در داخل پارلمان انگلیس برگزار شد. ما نمایندگان پارلمان انگلیس را طلب کردیم که بیایید بنشینید حرف ما را بشنوید، مشکلاتی که ما در افغانستان با اون مواجه هستیم بشنوید. ما این مسائل را تشریح کردیم، در بخش امنیتی برایشان تشریح کردیم که ما با چی مشکلاتی مواجه هستیم، روی آمار، ارقام، اینکه چگونه کشتار میشوید، در راهها چگونه هست، در
مساجد و تکایا و مراکز مذهبی چی وضعیتی هست، در مراکز آموزشی چی وضعیتی هست، اینها رو ما تشریح کردیم و این رو باید پیگیری بکنیم. این رو پیگیری بکنیم تا یکی از نتایج و آثار مثبت این پیگیری ها ایست که اگر یک زمان خدای ناکرده جامعه ما وادار شد که جبهه مقاومت بهسود را توسعه بدهد و در مناطق دیگر مجبور شد از خود دفاع بکند، دنیا خبر باشد. ما قبلا به دنیا مراجعه کرده باشیم، ما به امریکا مراجعه کرده باشیم، ما به انگلیس مراجعه کرده باشیم، ما به اروپا مراجعه کرده باشیم، برایشان تشریح وضعیت کرده باشیم که ما با این تهدیدات مواجه هستیم. شما قول داده بودید ما امنیت داشته باشیم، شما آمدید به افغانستان گفتید سلاح خود را زمین بگذارید ما امنیت شما را تامین میکنیم. ما هم سلاح خود را گذاشتیم، حالا در راه ما را اختطاف میکنن، در مسجد ما را میزنن، در کورس ما را میزنن، در ورزشگاه ما را میزنن. شما نباید بی تفاوت باشید و اگر شما بی تفاوتی کردید، اگر حکومت افغانستان تا به خود درست عمل نکرد، انسان هزاره حق انسانیش هست که با هر وسیله‌ای که میتواند از خود دفاع بکنه. این امروز ما به دنیا باید بگوییم تا فردا اگر عرصه تنگ شد و جبهه مقاومت بهسود به جاهای دیگر توسعه پیدا کرد، ما مورد ملامت جهان نباشیم. یک بحث هست در رابطه با مسائل امنیتی. اولویت دوم مسئله اقتصاد جامعه ماست، مسئله وضعیت معیشت جامعه ماست. چیزی که دوست عزیزم که به نمایندگی از شما مطرح کردن به عنوان خواسته های مردم، چیزهایی که اینجا مطرح شد، من تشکر میکنم. در میان این خواسته ها مسائل بسیار جدی وجود داشت و این امیدوار کننده است که یک جوان هزاره که در کابل زندگی می کند وقتی میخواهد به نماینده خود در کابل رای دهد، برایش میگوید تو مواظب هزارستان باش. این امیدوار کننده است. برای این دوستان، من 8 سال پیش در چنین روزهایی در هرات وقتی که رأی مردم هرات رو میخواستم، من صادقانه برایشان گفتم که اگر به من رأی دادید، به من رو به پارلمان فرستادید، من 20% سر هرات کار میکنم. مشکلات هرات، وضعیت هرات 20% وقت مرا خواهد گرفت. و این سوال در ذهن شما به وجود می آید که پس 80% دیگر چه کار میخواهی بکنید؟ 80% دیگر صرف هزارستان خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه ریشه ما در اونجاست. یک جامعه زمانی میتواند اقتدار داشته باشد، زمانی میتواند مطرح باشد، زمانی میتواند به حساب بیاید، زمانی میتواند که ادعا بکند که در مناسبات دخیل و سهیم هست که مرکزش، خاستگاهش آباد باشد. یک جامعه که خاستگاهش و ایران باشد، یک شهر نداشته باشد، واضح بگویید، یک شهر نداشته باشد، چگونه میتواند ادعا بکند که مقتدر هست؟ چگونه ادعا میتواند بکند که میتواند از حقوق خود دفاع بکند؟ ما در طول 10 سال حاکمیت های استبدادی تلاش کردند که سرزمین انسان هزاره ساخته نشود. این محرومیتی که امروز گریبانگیر ماست، از غزنی تا غور، از دایکندی تا بامیان و دهسون و سایر مناطق، این تصادفی نیست. خدا ما رو محروم نساخته است. خدا به سرزمین ما امکانات عظیم بخشیده است. ما صاحب معادن بزرگ هستیم. حاکمیت های فرعونی، حاکمیت های فاشیستی است که نمیگذارد انسان حق در این محفل هستند. سخنرانی های بابر بشنوید. کسانی که در زمان رهبر شهید
هنوز متولد نشده بودید یا کودک بودید، سخنرانی های بابا را بشنوید. بابا در طول جنگ های کابل تاریخ هزاره را روایت میکرد. مزاری میگفت حاکمیت عبدالرحمن خانی وقتی که 60% بیش از 60% جامعه ما را قتل عام کرد، برنامه بعدی حکومت عبدالرحمن خان این شد که انسان هزاره صاحب نام نباشد. تمام مراتع، تمام مالچرهای هزاره را به قبایل افغان بخشید. یک سیاست هست تا یک جامعه صاحب نام نباشد، صاحب اقتصاد نشد. و الا خدا برای انسان هزاره در هزارستان ثروت‌های عظیم خلق کرده است. همین معدن آجگر، سیاه دره کابلنگ، دو معدن عظیم آهن از عظیمترین معادن آهن منطقه ماست. در سطح کشورهای منطقه عظیمترین معادن آهن را داریم، عظیمترین معادن زغال سنگ داریم، نوعی از زغال سنگ را داریم که در کشورهای منطقه یا نیست و یا بسیار کمیاب هست، اما ما داریم در درسو نوع زغال سنگی که با اون می شود پولاد ساخت، چند صد درجه حرارت تولید می کنه، اما ما نمی توانیم از این استفاده کنیم. زمینه استفاده کردن این را از ما گرفتن. صدها هزار جوان ما بیکار، از دانشگاه خارج می شود بیکار، از هزارستان آواره شده است به کابل آمده است بیکار، وضعیت اقتصادی پریشان، اما عظیمترین معادن و منابع را هم داریم. یکی از دلایلی که ما نتوانستیم تا به امروز از اینها استفاده بکنیم سیاست‌های شیطانی حکومت بود است. بارها سر این موضوع صحبت کردم، امشب نمیخوایم که در این رابطه صحبت بکنم. امشب میخوایم بعد دیگر قضیه رو بگم، دلیل دیگرش رو بگم. ما و شما هم نخواستیم، ما و شما رهبری سیاسی ما هم برنامه نداشتن. جریان‌های سیاسی ما در رابطه با مسئله اقتصاد هزاره چقدر فکر کردن؟ اینکه ما هی به دانشگاه برویم، معلوم نباشد که از دانشگاه که بیرون میشویم چه کاره شویم، یک بحران هست، یک فاجعه است. بحران عظیم اجتماعی و اقتصادی که در خانواده ها فعلا به وجود آمده است به خاطر عدم برنامه است. رهبری سیاسی برنامه نداشته است، تدبیر نداشته. این بی تدبیری را در ماجرای توتاب می توانیم ببینیم. بنده به عنوان وکیل هرات چرا باید بیایم سر برق بامیان دعوا بکنم با حکومت؟ این سوال برای شما هم شاید شده باشد. خب بنده وکیل هرات بودم، اگر مسئله برق روشنایی خانه های بامیان باشد، خب بامیان ماشاءالله وکیل داشت در پارلمان، اونها باید می آمدن اقدام می کردن. بحثی که ما را کشان سر توتاب و تا به امروز ادعایی را ادامه میدهیم و بیشترین هزینه را بابتش پرداختیم و بیشترین فشار را متحمل شدیم، به خاطر این بود که توتاب برای انسان هزاره زمینه اقتصادی را فراهم میکند، زمینه ثروتمند شدن را فراهم میکند. برای انسان هزاره توتاب یک زیربنای اساسی است. وقتی توتاب از بامیان میدان گردک عبور بکند، دیگر حکومت مجبور هست ذوب آهن را در بامیان احداث بکند. و وقتی که انسان هزاره در بامیان صاحب ذوب آهن شد، ذوب آهن صنعت مادر هست. پهلوی ذوب آهن کارخانه ها ایجاد می شود. او زمان هراتی و قندهاری و بدخشانی و فاریابی میآید در بامیان سرمایه گذاری می کند. او زمان انسان هزاره صاحب کار می شود، صاحب اقتصاد خواهد شد. دعوا سر مسیر توتاب دعوا سر ثروتمند شدن هست، نه دعوا سر این که ما زیر روشنایی لامپ تنها بشیم. در بامیان شما خوب
خبر داریم در خیلی از روستاها هست مردم امروز برق دارن، یا از چشمه جلو خانهشان برق تولید میکنن یا از آفتاب بالای سرشان. آنچه که ما را کشان سر کتاب مقاومت بکنیم و یک مقاومت جهانی رو به وجود بیاریم و امروز هر انسان هزاره‌ای که در هر گوشه از جهان زندگی میکند در چوکات جنبش روشنایی این مطالبه عدالت‌خواهانه را تعقیب میکند، به خاطر ایست که ما میخواهیم انسان هزاره صاحب کار شود، انسان هزاره باید صاحب ثروت شود، انسان هزاره باید صاحب یک شهر بزرگ شود. بامیان ظرفیت را داره. ما سر این مسئله با حکومت دعوا داریم. این مطالبه کلان است. دید استراتژیک داشته باشید به قضایا دوستان. این مسئله تنها پارلمان رفتن اینقدر مهم نیست، اهمیت ندارد یک نفر وکیل پارلمان شود. 2 دوره است وکیل هستیم، یک دورهش هم خود 2 قلو بود، 3 دوره است، 12 سال هست وکیل هستیم. این دوره دیگر هم یا از هرات خود کاندید میکردیم وکیل میشدیم، از کابل هم بالاخره 4 تا رای خواهد گرفتیم برای خواهد رفتیم. مهم ایست که ما پارلمان میرویم چی میخواییم بکنیم. وقتی پارلمان رفتیم برنامه ما چیست؟ آیا سر مسائل کلام ایستاد میشیم یا نه؟ سر موضوعاتی که بتواند 10 سال بعد زندگی انسان هزاره را متفاوت بسازد نیستیم یا نه؟ من معتقد هستم که تمام وکلایی که از تمام مناطق افغانستان مردم ما به پارلمان میفرستند، از هرات تا کابل تا تمام ساحات هزارستان، شمال، بلخ، سمنگان، بغلان، از هر جایی که انسان هزاره وکیل به پارلمان میفرستد، تعدادش هرچی میخواهد باشد، من معتقدم اگر همه اینها بیایند تمام کارهای دیگر را رها بکنند، سر یک پروژه گردن دیوار بایستند و 5 سال یک پروژه را به بهره برداری برسانند، انسان هزاره زندگیش متفاوت خواهد شد. چون در مسیر این سرک صدها هزار انسان زندگیش تغییر میکنه. صاحب کار میشود، صاحب هتل میشود، صاحب رستوران میشود، صاحب سرای میشود، صاحب دکان میشود، صاحب یک زندگی آبرومند میشود. این مسائل کلان است. وقتی این مسائل حل شد، مسائل دیگر خود به خود حل میشه. من در زمان انتخابات همیشه دوستان که مراجعه میکنن میگویم که مسائل خرد را مطرح نکنید، مسائل خرد خود به خود حل میشود. مسائل خرد را هر وکیلی به خاطر اینکه بالاخره یک اعتبار پیدا بکند میآید پروژه های کوچک راحت هست. مهم مسائل کلان هست، پروژه های عمده است. او پروژه ها هست که اگر راه افتاد زندگی انسان هزاره متحول خواهد شد. طرح ما، برنامه ما برای بهبود وضعیت اقتصادی یک برنامه مرحله‌ای بندی شده، مدون و برنامه کاراست. شعار هم نمیدهیم. با دکتر عبدالله هم زمانی که حکومت وحدت ملی تشکیل میشد، قبل از اینکه کابینه و پارلمان معرفی شود، در یک جلسه در پنجشیر طرح خود را انداختیم روی میز. برایش گفتم که ما برنامه داریم، میتوانیم با سرمایه ملی ما حاجیگک را به بهره برداری برسانیم و ذوب‌آهن بامیان را تأسیس بکنیم. و برنامه امکان این که افغانستان در عرصه آهن‌آلات، در بخش آهن‌آلات به خودکفایی برسد بسیار زیاد. و بعد افغانستان آهسته آهسته تبدیل شود به صادرکننده آهن در منطقه. از این معادن باید استفاده بکنیم تا زندگی جامعه ما بهبود پیدا بکنه. ما در جنبش روشنایی امروز این مطالبه را در سطح جهان دنبال میکنیم. پیش پارلمان امریکا که میروید، با پارلمان اروپا که صحبت میکنیم، با استرالیایی ها که نشستیم، حرف ما ایست که شما اگر میخواهید دیگر از افغانستان پناهجو نیاید، اول امنیت مردم ما را تأمین کنید، کمک بکنید که امنیت تأمین شود، دیگر هزاره گفته کسی هدف قرار نگیرد. و دوم این که تلاش بکنید که
انسانهای جامعه ما صاحب کار شوند. کافی لازم نیست که برای ما پول نقد بدی. تا کی میخواهید پول نقد به حکومت افغانستان بدید؟ این حکومت را گدا بار آورده اید و این حکومت با گدایی خو کرده است و دستش پیش دنیا به گدایی دراز هست. شما هر اندازه پول به این حکومت بدهید این گداتر می شود. شما بیایید حکومت را تحت فشار قرار بدید که سیاست‌های خود را اصلاح بکنه. اجازه دهد که توتاب از مسیر بامیان عبور بکنه. اجازه دهد که سرک گردندیوال از هرات تا کابل از مسیر بامیان، از مسیر غور، دایکندی و بامیان به سمت کابل امتداد پیدا بکنه. 500 کیلومتر فاصله کابل و هرات را کوتاه می‌سازد. بخش عظیمی از جامعه افغانستان صاحب کار می شود. اینها را نوشتیم، دادیم، تعقیب میکنیم. امروز که در برابر شما قرار گرفته ایم، در طول 2.5 سال گذشته فرزندان شما در جنبش روشنایی در سطوح مختلف، چی در کابل و چی در ستاده هایی که در سطح جهان ایجاد کرده ایم، یک شبکه عظیم انسانی را ایجاد کردند که در او جوانان تحصیل کرده ما، جوانان نخبه ما، جوانانی که امروز تابعیت کشورهای قدرتمند را دارند عضو هستند و ما تصمیم داریم که برویم به پارلمان های دنیا. این پنهان هم نمی کنیم. این رای حکومت هم گفتیم حق ماست. ما می رویم به پارلمان های دنیا و با دنیا سخن می گوییم که شما به جای این که پول بدید به حکومت افغانستان، کمک بکنید سیاست های خود را این حکومت اصلاح بکنه. افغانستان اینقدر معدن دارد، اینقدر نیروی انسانی دارد که با کار بیفتد بتواند خرج حکومت خود را تامین بکنه. این برنامه ما در عرصه مسائل اقتصادی، گفتگو با جهان، تشریح وضعیت انسان هزاره و وادار کردن حکومت افغانستان برای تن دادن به عدالت و برابری. چیزی که دوست عزیز ما گفت که ادارات دولتی به روی هزاره ها مسدود هست. انسان هزاره در ادارات مورد تبعیض قرار میگیرد. یکی از محورهای صحبت ما در پارلمان سویدن بود. چیزی که سبب شد بعد از سفر ما که 2 سال پیش در اکتبر سال 2016 بعد از تظاهرات بروکسل، بعد از اینکه جنبش روشنایی تظاهرات بروکسل را برگزار کرد، ما رفتیم سویدن به دعوت دوستان خود و بعد رفتیم در پارلمان سویدن و بعد بحث مسئله تبعیض سیستماتیک علیه هزاره ها را مطرح کردیم. یکی از مسائلی که مطرح کردیم این بود که اونها سوال میکردن که چرا اینقدر هزاره از افغانستان به سویدن میاد. 73% پناهجویان افغانستانی در سویدن هزاره است و بیشترین تعداد جوانان هزاره در 2 سال اخیر به سویدن رفته است. بعد نشستیم برایشان گفتیم که دلیل این مهاجرت چیست. یکی از عمده‌ترین دلایل است که انسان هزاره در کنار این که هدف هست برای تروریست ها، در ادارات دولتی هم کاری پیدا نمی‌کنه. دروازه ادارات روی ما بسته است. این با آمار مطرح کرد. مثلا در وزارت مخابرات او زمان وزیرش هم هزاره بود، آقای وحیدی. وزیر هزاره است اما در چوکات این وزارت 1.7 یعنی 2% هم ما نیستیم در وزارت مخابرات. یه وقتی مطرح کردیم تقریبا 4 ماه بعد از این پارلمان سویدن از حکومت افغانستان خواست که نماینده خود را بفرستد تا به سوالات اونها پاسخ بده. چرا؟ برای اینکه سویدن پول میدهد به حکومت افغانستان. بعد از نماینده حکومت افغانستان رسما استجواب شده بود در کمیته روابط خارجی پارلمان سویدن. این بحث را ما تعقیب خواهیم کرد و باید تعقیب بکنیم تا در ادارات را به روی نخبگان و جوانان خود بگشاییم. مسئله دیگری که دوستان گفتن رساندن صدای مردم ما به گوش جهانیان، رساندن صدای عدالت خواهانه مردم خود در سطح جهان یکی از مسئولیت های خود دانسته ایم و برای رساندن این صدا تدبیر کردیم. امروز
تعداد زیاد ستاد تیم با نیروهای با تجربه شدن در سطح جهانی داریم. انشاءالله در دوره بعدی پارلمان هم ما استفاده خواهیم کرد برای رساندن این پیام در سطح جهان، برای گسترش دادن به این پیام در سطح جهان و توجه به خدمات در انسان. مسئله تنها یک مسجد نیست، تنها مکتب نیست، تنها کوچه نیست. امروز مسائل کلانی در این شهر اتفاق افتاده است که آهسته آهسته دارد خودنمایی میکنه. امروز ما با بحران آب آشامیدنی مواجه هستیم. اینها مسائل کلان هست. ممکن است یک کاندید بیاید یک کوچه را بتواند سمیت کند، یک مسجد را بتواند خرج کند، قول بدهد که من چند کیسه سمنت میدم مسجد خود را بسازید. اما بحران آب را هم میتواند یک نفر حل کنه؟ 1.5 میلیون نفر در دو ناحیه 18 و 13 غرب کابل زندگی میکنند. یک سرک هست، جاده رهبر شهر. زندگی 1.5 میلیون انسان از یک سرک میگذرد. آیا این هم یک کاندید میتواند بیاید برای ما یک سرک دیگر احداث میکنه؟ ما باید فشار بیاریم به حکومت. جنبش روشنایی فشار آورد، یقه حکومت به سر توتاب گرفت. حکومت وادار شد آقای غنی برود در بامیان، خودش برود با نیمی از کابینیش برود، حتی میز و چوکی از کابل با کامیون ها کنند ببرند در نزدیک یک کاولنگ تا بگوید که من سرک در صوفی کاولنگ را افتتاح کردم. این فشار جنبش روشنایی بود و الا این سرک را کلا بساطش را برچیده بوده. وقتی فشار جنبش روشنایی در کابل زیاد شد، حکومت تازه به فکر این افتاد که ماستر پلان ندارد دشت برچی. ادعا کردن که ما متروبس گفته بوده، متروبس گفتن که ما میاریم به دشت برچی. من بارها به دوستان خود، به عزیزان خود که بزرگان ما هستند احترامشان رو داریم، اگر معاون رئیس جمهور هستند، اگر معاون ریاست اجراییه هستند، بزرگان ما هستند، عزیزان ما هستند، احترامشان رو داریم، اما برایشان میدونیم که شما کار نکنید جنبش روشنایی تضعیف شود. این جنبش هر چه قوی‌تر شود، شما عزتتان در ارض بیشتر خواهد شد. این جنبش هر اندازه قدرتمندتر شود، این جنبش هر اندازه فشارش سر این حکومت فاشیستی زیاد شود، این حکومت به شما امتیاز بیشتر خواهد داد. ما خود داخل ارگ نیستیم، شما زیر درخت‌های ارگ ایستاده هستید. به ما اجازه بدید که ما این درخت‌های ارگ را تکان بدیم، هر چی سیب افتاد به دامن شما میافتد. شما دامن خود را زیر درخت بگیرید. شما همت کنید برید زیر درخت بایستید، دامن خود را بگیرید، بگذارید که جوانان شما، عدالتخواهان این جامعه، این درخت‌های استبداد را تکان بدن. ما باید برنامه داشته باشیم. یکی از برنامه‌ها میتواند همین باشد. بنابراین ما به دوستان خود در داخل حکومت هم میگوییم که فشارهای جنبش روشنایی برای شما هم نعمت هست، برای جامعه ما هم راه هست، راه دست یافتن به ثروت، راه دست یافتن به خدمات بیشتر، راه دست یافتن به عدالت، برابری، انصاف و رواداری در این سرزمین. این حرکت رو تضعیف نکنید، این حرکت رو تقویت کنید. چه ما زنده باشیم چه نباشیم، شما جنبش روشنایی رو تقویت کنید. این جنبش آینده بهتری رو برای انسان‌های این سرزمین خواهد آفرید، نه تنها برای انسان هزاره، برای همه انسان‌های این سرزمین. این جنبش عدالت‌خواه فردای بهتری را خواهد ساخت، چون ما یقین داریم این آموزه دین ماست، این ارزش دینی ماست که عدالت وقتی در یک جامعه حاکم شد، همه انسان‌ها از اون نفع میبرند، صرف نظر از نژادشان، صرف نظر از مذهبشان، صرف نظر از زبان و فرهنگ و قیافهشان. جامعه‌ای که عدالت در حاکم بود، برابری حاکم بود، انصاف
حاکم بود و انسانها نسبت به دیگر روادار بودند، او جامعه به سعادت خواهد رسید. بنابراین ما انشاءالله این ادامه خواهیم داد و در قسمت خدمات بنده در خدمت شما خواهم بود و هر اندازه‌ای که بتوانیم تلاش خواهیم کرد که مشکلی از مشکلات جامعه ما کم شود. اما تاکید میکنم که هدف ما اون مسائل کلان است. در کنار اون مسائل کلان هم انشاءالله این برنامه ها و مراجعاتی که صورت خواهد گرفت در حد توان خود در خدمت دوستان خواهیم بود. بحث بورسیه ها و اینها رو شما گفتید برمیگردد به همان سیاست ضد تبعیض ما. اگر ما موفق شدیم که جهانیان را متوجه به یک قضیه بسازیم، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. همین حال نقداً یک چیزی که در برابر ما هست، همین روزها تعدادی از جوانان ما بی سرنوشت ماندن، در کانکور شرکت کردند، بالاترین نمرات را بردند، اونها را به دانشگاه نظامی معرفی کردند. دانشگاه نظامی میگوید که ما هزارها را به این فیصدی نمی‌پذیریم. در دانشگاه نظامی بچه هزاره، دختر هزاره با 250 نمره ناکام میشن، اما وطندار دیگر ما با 150 نمره کامیاب میشن. این تبعیضه، این ستم است، این بی‌عدالتی است. و وقتی با حکومت جنجال میکنید در داخل پارلمان، چند ماه پیش من در داخل پارلمان این موضوع رو مطرح کردم، شما از طریق رسانه‌ها هم شنیدید. وقتی در کمیسیون پیگیری میکنیم وزیر مربوطه، بعد میگن خارجی ها گفتن که اردو باید فیصدی بندی باشه. فیصدی هزارها اینقدر است، فیصدی تاجیک ها اینقدر، افغان ها اینقدر، ازبک ها اینقدر، ترکمن ها اینقدر و غیره همین. ما باید بریم سراغ خارجی ها. این عدالت نیست. شما قولی که با ما داده بودید قول عدالت و برابری و حقوق بشر بود. این کارهایی که شما میکنید و یا حکومت افغانستان به نام شما میکند، این بی‌عدالتی است. در صورتی که این مشکل رو بتوانیم با دنیا حل بکنیم و این ببریم در پارلمان های دنیا، وضعیت بورس ها هم به سامان خواهد شد، وضعیت تحصیلات عالی ما هم در مسائل تحصیلات عالی نظامی سامان خواهد یافت. توجه داشته باشید که ما در چند سال گذشته موفقیت های هم داشتیم. دوستان عزیز، میخواستن دانشگاه ها را سهمیه بندی قومی کنند، برنامه ریخته بودن در دوره آقای کرزی. ریشه این نابسامانی های تیری افغانستان در حکومت آقای کرزی هست. میخواستن کانکور را قومی بسازن، ولایتی بسازن. یک طرح درست کرده بودن که تعداد ظرفیت ها، یعنی چوکی های درسی در دانشگاه ها تقسیم شود سر ولایات به تعداد وکلای هر ولایت در پارلمان. مثلا اگر 250 نفر قرار هست به دانشگاه را پیدا بکنه، 4 نفر از بامیان باید باشه، از دایکندی هم 4 نفر باید باشه. چرا؟ برای که دایکندی هم 4 وکیل در پارلمان دارد، بامیان برنامه داشتن. درگیر شدیم زمان وزارت آقای عبیدالله عبید بود، رفتیم در وزارتش و برایش گفتیم این تنها عرصه است که جوانان توانستند خود را نشان بدن، از این قضیه نمیگذریم. ایستاد شدیم و حکومت وادار به عقب نشینی شد. ما هر جایی که ایستاد شدیم زیاده خواهان را وادار به عقب نشینی کردیم. متاسفانه در بعضی جاها خود ما هم اشتباه کردیم، ایستاد نشد. از این جهت هست که برنامه کلان و کلی ما ایستادگی سر حق مردم ماست. برای شما یک وعده می‌برید، شاید تلاش میکنید، زحمت میکشید، خون دل میخورید، تمام خطرها را به جان میخرید تا اینکه آینده بهتری برای جامعه خود بسازیم. اما اگر موفق نشدیم که در زندگی خود کار ملموسی بکنیم، این وعده را برای شما میدهیم که سر حق شما با کسی معامله نکنید.
انشاءالله اگر مورد اعتماد شما قرار گرفتیم و اینجا آمدم که بگویم در این شب در این مکان مقدس که ما برای کارهایی که عرض کردم نیاز به یک رأی قاطع داریم. من نمیخواهم که رأی من در کابل دارای یک پیام سیاسی برای حکومت و برای جامعه جهانی باشد. من در کابل نه رأی قومی دارم، رأی طایفگی منظورم است. نه طایفه کلامی در کابل دارم، نه همشهری‌های زیادی در کابل دارم و نه خانواده قدرتمندی در کابل دارم. اما یک مردم استوار و عدالت‌خواهی در کابل دارم که می‌خواهم رأی اونها را بگیرم تا در 5 سال آینده به عنوان نماینده اونها حامل پیام سیاسی یک رأی قاطع هزاره از کابل باشد. بنابراین امیدوار هستم که جامعه ما یاری رساند جنبش روشنایی در این مقطع حساس تا ما بتوانیم مطالبات تاریخی خود را هم در داخل و هم در سطح جهانی پیگیری کنیم. دوستان عزیز، یک بار دیگر صمیمانه تشکر میکنم از همه خواهران و برادران که حضور پیدا کردید. خنکی هوا را هم تا حدودی تحمل کردید. کودکان هم هستند. عذر میخواهم صحبت هم به درازا کشید و خانواده های معظم شهدای جنبش روشنایی را در جمع خود میبینیم. بروان پاک یاران شهید خود، پیشگامان عدالتخواه جنبش روشنایی درود میفرستیم. جوانان شورانگیز و آرمانگرایی که در دوم اسد 95 در چوک دهمزنگ یک بار دیگر سر حق مردم خود ایستاد شدند تا بگویند انسان هزاره دیگر شهروند درجه 2 بودن را تحمل نمی کند. ایستاد شدند تا بگویند که دیگر جرم بودن هزاره به عنوان انسانی که هویتش جرم باشد دیگر ما قبول نداریم. ایستاد شدند تا آینده بهتری را برای انسان هزاره در این سرزمین رقم زدند. در پناه حق با عزت و سرافراز و آزاده باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.